استاد میگفت که شما را وقتی جنازه خیرات کردن بگن همین رفتین و جنازه را که دیدین بگن مرده را دیدی و مرده خود را یاد کن، بگذر ز دنیای فانی عاقبت خود آباد کن. اگر بخواهی بهشت جاودانی 5 وقت نماز بخوان و شبها ناله و فریاد کن. مقصد همین که همون مرده را دیدی همین آیت در شامل میشه، در ربطی همین آیت میگه واتقوا یوما فی ترجعون الی الله. از همین روز بترس. او روز آمدنی هست. او روز خیلی که این بابایشون حضرت را نمونشونه میگه نیستم بر رفتم. همون روز مردم یک روز میوه، یک روزی که حضرت عزرائیل مهمونی ما و شما میگه به دستور خداوند تبارک و تعالی میگه برای جانش قبض که بیار. تماشابینان عزیز، شرکت دارالفرما با شما بهترین داروهای طبیعی را برای خرابشوی، فربه‌شوی، برآوردن ریش و موی سر، پروستاتیت خونیکی بدن، دوامناک کردن همخوابگی، زیاد کردن شهوت مرد و زن، کسلی‌های پوستی، بقایت کردن ایمونیته چه از کودکان چه از کلانسالان، درد تمام اعضای بدن و غیره را با نرخ‌های دسترس پیشنهاد می‌کنند. ما را در اینستاگرام، یوتیوب و تلگرام با نام دارالفرما می‌توانید که یابید و درباره هر یک داروی نامبر شده داروهایمان را تماشا کرده معلومات پورا گیرید. سراغ اینستاگرام در اپیسن این ویدیو است. برای فرمایش خوبترش در ایمو و واتساپ رقم‌های 901 281 1010 مراجعه کنید. برده رسانی طریق پشت به تمام شهرهای روسیه. تعالی میگه برای جانش قبض که بیار. وقتی بود شود خداوند حضرت عزرائیل گفت که فلانی را میگیری، فلانی را در اوجا میگیری، فلانی را در اوجا میگیری. حضرت عزرائیل گفت من چه خیلی بگیرم بنده خدا را، من وقتی میگیرم میترسم چه خیلی من جانی ولا قبض میکنم. ای پروردگار تو فرمودی که در قرآن عظیم و شان که اومده که بسم الله الرحمن الرحیم ما یقتل مؤمنا متعمدا و جزاء جهنم خالدین فیها. هر کسی یا مسلمان قصدن بکشه خونش بریزونه او داخل جهنم میره و خالدین فیها اوجا بیرون نمیشه. خدای نشان نده که یک کس خونی نوحق بریزنیم، یک کس بگیریم اسلحه و تفنگ برزدش بریم بکشیمش. خدای نکرده. حتی در فقه اکبر میاد، در فقه ابو حنیفه رحمت الله امام عزیز ما و شما که اگر کسی یک کس ناخواست سهوا نمیخواست یا که تصادفاً میزنش موسیقی یا که گوشتینگ میگیره یا یگان خیل میکنه که میغلطه میکشش، میگه پولی 90 تا شتر خونبها باید بده. این شوخی نیست. یک شتری که در حضرت بدیم در چه پرسیدم شترهایی که نقلیب 2 تا چی دولار او 5 تا 5000 دلار بده. شرط دیمش عبرت گرفتن ایامی میت رفتن در کار. اگر با عملای بد داشتی اصلاح شد، نمازو دا سستی میکدی، تنبلی میکدی، آب با بگو همین مردکم نوم داشت، همین هم دسترخوان داشت، همین هم خیشتوار داشت، همین هم بخدش آدم قدردان داشت، همین هم یک وقت خانه و در داشتن فرزند بود، همین هم در هیچ جا نباشد در همه خانه خودش حاکم بود گپش میگذشت. یکی امروز اینه در درونی چی؟ تابوت خواه. ای پروردگار قبل از اون که مرا در جای این میاری مردن حقه، یکی یک شانسی دیگه هم بوده که یک عملی انجام بتونم که تو از من راضی باشی. ای پروردگار دعا کنینم خیلی در جان. ای خدا جان یک توفیق بوده، یک عملی انجام داده که در محضرت که حاضر شدم روسیه و شرمنده نباشم. ای پروردگار اگر تو بخوایی که ما 70,000 رحمت، اگر تو بخوایی من یک رکعت نماز میخونم یا یک کسه یک پیاله چای میتونم رنگی حاجی محمدی کنجبوی با 70,000 رحمت نگاه میکنه که تو به خیر احسان کنی، با 70,000 رحمت نگاه میکنه که تو باید برای یک جنازه در شرکت کنی یا نماز بامداد برای فرض برای. این شوخی نیست، این لطفی کرمی خداوند، این محبت خداونده که شامل ما و شما میشه، ما را توفیق میده این عمل انجام میدیم. اگر ما و تو باری بسیار ایودم هر کس نصیب نمیکنه. چقدر دعا کنین، چقدر که پروردگار رو ما را وقتی قبل از این که هم جنازه ما را حاضر میکنی خدای ما را توفیق بده. بزرگای خیلی دعا میکنیم پروردگار رو تا ما را یاش توفیق نتی یا عملی انجام نتیم که تا از ما راضی شدی، ما را تا همون وقت جنازه ما را نبردار. وقتی جنازه ما را بردار که از ما راضی باشی پروردگار.
وقتی که ما حاضر شدیم نامه اعمال ما رو دست راست ما بگیریم. بگه توی انسان نمیدانی در این دنیا نمیمانی، تو را آید چون این روزه که تو در گور مهمانی. ای انسان تو نمیدانی یک روزی میشینی و میخیزی، یک روزی را یقین بدون که یک روز تو خیلی که انبیا و اولیا رفتن، 124,000 پیغمبر رفت، دوستا و پدر و مادر و اولاد و خشتا برو رفیق و دوستا تقا و امکا رفتن، همه ایمان اولمی برد نگرفتی بدون یک روز تمام همون گرده میمون میشه. با بگو خدای امور رنگی امور نصیب کنه، جنازه با ایمان، جنازه با عزت در لب دکان. بزرگان میگفتن که خدایا مرگ با عزتون بده، خدایا مرگ با آبرو بده، با کفن و غسل و جنازه نصیبم که در لب دکانم بده با وصیت. میفته بی چی دوای؟ اما ما شاهد چیدیم در همه اپیدمیا، در همه مریضایی که تازه بسر من آمد مصیبت و بلا در تمام کل جهان آمد، خدا پروردگار رشش کنده کنه عزیزان و دوستان بسیار رفتن. مرگ مفاجا الموت یقتبختتن و القبر صندوق العمل. 1500 سال پیش رسول خدا یه حدیث گفت، ما حدیث ما نو اثبات کردیم که مرگ ناگهان میآید تا قبر صندوق عمل میشود. اشتگی بدیم فلانی گذشت فلانی گذشت، هیچ خیلی شد کرونا ویروس شد. کرونا ویروس خدا بکشه، خدا ریشه ای مریضی را دور کنه. این چقدر مریضی بود تمام اومد و خیات دفعه اومد برد. پیغمبر گفته بود یه وقت میآید. بعد کرونا ویروس چی؟ این دعایی که خدا مرگ با عزت، مرگ با آبرو، ایامو با نیسا با کلیونکا و با کفن و کفنش کردن و کلیونکا کردنش که میگفتن نکنیم، گوشاشا پری خراب کردن، گوشاشا پری چی دارو کردن، بردن اینجا مستقیم قبرستان دا جنازه هو اونجا موندگه 30 متری سمولو 5 متر آدمو بعد جنازه کردن و او را گور کردن. چی جنازه کردیم؟ درونی همون چی دیدیم بابایشون در درونی امبولانس کردیم، در درونی چیکار تاور کردیم. خیلی خیلی بود، شرایط هم خیلی نمیشید، این قدر آدم ها یوش جوان رفتن. بعد فهمیدم مرگی با عزتش چی بدهی؟ در بالای دکانت پیش زن و گودکتا آوچ میچ کنن، در گوشت لا اله الا الله میگن، بابایشون میای یاسین میخونن، مولوی میای یاسین میخونن، چلوسین میکنن، در پیش سه تا دیگه آدمو ایستادگی نگاه ببینی پروستین تعلیش میکنن. چیتا مردم های برای بابایشون فرخور بگو، برای بابایشون فلانی را بگو، برای داملو فلانی داملو را بگو، ماشین روی میکنن میومدن میگه 40 تا عالم در جنازه شرکت کنن، عذاب قبر و عذاب دوزخ نیست دیگه، ایستادن مستقیم جنت میرون. اینقدر آدمو پیش مهربان در جنازه در ماشین روی میکنن که حضرتو ببین. خوزی برو اومده یک تلفن، الو بابا ایشان بیا جنازه داریم، او خودش دیگه نمیگه ماشین بیار، ماشین داره خودش میویا، همین را نمیگن. آدم‌ها کوشش میکنن که برای چی میگن که روز جمعه بمرونه پروردگار؟ برای روز جمعه همه عالما همه اولیا روز جمعه نماز میرون. آخه 800 کس یک از ولی ها بابایشون. برای چی آدم‌ها آرزو میکنن که خدایا جنازه دا باشین؟ جنازه را شنویدیم برین، حتما رفتین جنازه دا دعا کنین.